حبیب خدا میگوید آن جهنمی که شما ای بنده های خدا از او پناه طلب میکنید، روز حساب، روز قیامت پروردگار این جهنم 70 میهار میزند. چگونه 70,000؟ چگونه که در بینی های همون بقه ها زنجیرها می اندازند. 70,000 حلقه در بدن جهنم میزنند و در هر یک زنجیر او 70,000 ملائکه آویزان است و او را کشیده به میدان حساب میارند. برادر عزیز و گرامی، وقتی من حساب کردم 490,000 ملائک دوزخ پروردگار را به میدان قیامت میارند که هر یک فرشته او توانایی و قوتش برابر تمام مخلوقایی که در روی دنیا خدا آفریده است قوت همه اینا دارند. ما از همون جهنم پروردگار را به سوی تو پناه طلب میکنیم، از همون جهنمی که اذا القوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ. جهنمی که وقتی دوزخی را به نزد او میارند، الله بیان میکنه در سوره ملک، در سوره تبارک که ما و شما میخوانیم، وقتی به نزد این میارند و از بالا وقتی که او را میپرتایند، پرتافتنش هم خدا در سوره الرحمن بیان میکند فیؤخذ بالنواصی والاقدام. پروردگار آدم گناهگار را، آدم از خدا نمی ترسیدگی را وقتی نزد چاه دوزخ می آورده است، ملائکه ها را امر می کرده است او را پرتاین در آتش. اونا چگونه می دارند دوزخی را؟ فیؤخذ بالنواصی والاقدام. پروردگار میگوید یک دست فرشته در موی سر توست و دست دیگرش در پایهای توست و همچنان تو را سرازیر در دوزخ میپرتاید. اذا القوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور. پروردگار میگوید وقتی دوزخ لقمه خودش میبیند، دوزخی را میبیند، آنچنان عرس میکند که مثل آواز خر است، قبول میکند دوزخی را. و هی تفور. پروردگار میگوید آنچنان دوزخم خشمناک میشود که زود است که میگویی میترکد. پروردگارا از همون جهنم ما همه بندگانت به سوی تو پناه طلب میکنیم، زیرا این بدنهای نازک ما قوت عذاب تو را ندارد. پروردگار و نعوذ بک من عذاب جهنم و نعوذ بک من عذاب القبر. پروردگارا ما یک گروه بندگان تو با امید آمدیم که خدایا از عذاب قبر تن به سوی تو پناه طلب میکنیم. پروردگارا ما همگی عقیده داریم، ما همگی باوری داریم که جکش قبر حق است، سوال منکر و نکیر حق است. خدایا ما را از جکش قبر نجات بده. سعد ابن معاذ رحمت الله علیه یکی از بنده های صالح پروردگار بود که حتی در صحیح بخاری میگذرد وقتی روح سعد ابن معاذ از بدن او جدا میشد و وقتی روح او به سوی عرش رفت، حبیب خدا گفت عرش پروردگار از شادی در حرکت در آمد. سعد ابن معاذ 70,000 ملائک در حدیث ها میگوید در جنازه سعد ابن معاذ اشتراک داشتند. حبیب خدا میگوید یک روی مالچه سعد ابن معاذ از دنیا و آنچه در دنیاست بهتر بود. وقتی سعد ابن معاذ وارد قبرستان کردند، همین بنده صالح را وقتی وارد قبر کردن، حضرت جابر میگوید نگاه کردم حبیب خدا تسبیح ها را زیاد گفتن گرفت، از پس او تکبیر ها را روانه کردن گرفت. گفتم حبیب خدا راست هیچ قبر در این قدر راست نمی ایستادی، این قدر تسبیح و تکبیر نمی گفتی، چه حالت شد؟ گفت سعد ابن معاذ قبر جکی، بنده که 70,000 ملائک
در قبر در حضور جنازش بودند. عرش پروردگار به آمدن روح سعد ابن معاذ خرسند شد که سعد از دنیا گذشت. قبر سعد جکی. حبیب خدا گفت تا زمانی که قبر سعد نکشاد من تسبیح را قطع نکردم. پروردگارا ما را از جکش قبر نجات بده، ما را از فتنه های قبر پروردگارا نجات بده. همنشینان تو در زیر لحد خاک شدند، همنشینان تو در زیر لحد خاک شدند. چشم عبرت بکشا خواجه اگر انسانی. به سر قبر یکی رفتم و گفتم چونی؟ جامی میگوید یک برادرم از زیارت رفتم، به سر قبر یکی رفتم و گفتم چونی؟ گفت احوال چی پرسی که بیایی دانی؟ احوال چی بیان کنم تا اینجا نیای، تا داخل این نشوی؟ از حال این بیان کردن می شود. حبیب خدا وقتی میگوید من بچم ابراهیم 6 ماهه بود که از دنیا گذشت. ابراهیم 6 ماهه بود، فرزند ماریا قبطیه. وقتی در قبر میگذاشت عمر حکایه میکند حبیب خدا را دیدم بسیار گریه میکرد و ابراهیم بچهش در لحد گذاشت و چی گفت؟ ای ابراهیم الحال منکر و نکیر تو را میپرسند رب تو کیست؟ بگو رب من الله است. از تو میپرسند 6 ماه کودک رب تو کیست؟ رب من الله است. دین تو چیست؟ بگو دین من اسلام است. اگر پرسند پیغمبر تو کیست؟ بگو پیغمبر من پدرم محمد صلی الله علیه و سلم است. پدرم محمد است. رسول اکرم میگوید وقتی پشت نگاه میکنم عمر مثل کودک گریه میکند. گفتم عمر سبب گریه در چیست؟ و حبیب خدا وقتی ابراهیم 6 ماهه را پرسند عمر هلاک میشود. 6 ماهه ابراهیم که پرسند حال عمر چی میشود؟ شیخ احمد رحمت الله علیه حکایه میکند که وقتی دوستای خدا رفتن دیدن شیخ احمد یک آدمی در راه خدا جگرها سوختگی گریه‌ور بود، گریه میکرد. حضرت بیان کردند ای شیخ احمد برای چی گریه میکنی؟ حضرت بیان کرد به بالا 7 جنت فوق گردون، به زیرم 7 دوزخ ماند و بیچون. بیاسایم چگونه در میانه، بود لازم به من فکر شبانه. حضرت بیان کرد ای دوستای خدا بالای سرم 8 جنت است، در زیر پام 7 دوزخ است. من شیخ احمد در بین هر دو این خوابیده هستم، چگونه خواب کنم؟ ندانم، نمیدانم که از پستم یا از بالا چه آید حکم از عزت تعالی. من نمیدانم که من بالا میرم و نمیدانم پایان میرم. چون این گفت آن جگر خون گریه‌ور شد، کشید آه مگر خونی جگر شد. حضرت گریه کردند، داد گفتند، فغان زدند که من نمیدانم. گفتن از کدام جانبش باشه. خدای مهربان ما از قبر تو به عزتت قسم میترسیم، به جلالت قسم پروردگار از دوزخ میترسیم. خدایا ما بندگان تو وارد دوزخ مگردان، ما را در فتنه و عذاب قبرت خدایا روبرو مگردان. ساعت اجابت دعاست خدای مهربان. زمانی که ما وارد قبر شویم قبر ما را بر روضه از روضه های جنتت مبدل بگردان. خدایا ما را استقبال خوب بگیر، اگر چنده که ما گناهگار هستیم به عمل ما نظر نکن الله، به رحمت خودت نظر کن پروردگارا. را زدم چاو. حضرت گفتن همون قبر و همون تابوتی که بنده ها را به سوی قبر میبرند همونها برای من سبب شد و این سلطنت و این تخت من ترک ساخت. خدایا ما را از عذاب قبر نجات بده. و من فتنة المسیح الدجال و من فتنة المحیاء والممات. آمین یا رب العالمین.